به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم حضور همه شما بینندگان عزیز، همراهان فوتبال 360 و آپارت اسپورت. جا داره در ابتدای گزارش تسلیت بگم به شما هموطنان عزیز بابت حادثه تلخی که امروز رخ داد در پی انفجار مهیب در بندر شهید رجایی بندر عباس. عده‌ای از هموطنان عزیزمون رو از دست دادیم امروز و خیلی هم مصدوم هستند. برای هموطنان آسیب دیده آرزوی سلامتی میکنیم و برای خانواده بازماندگان آرزوی صبر داریم و با مردم عزیز ایران همدرد هستیم. سومین ال کلاسیکوی فصل فوتبال اسپانیا اینجا در فینال کوپا دل ری برگزار میشه. چاریچو 5-2 دو برد باور نکردنی بارسای فلیک بودن مقابل رئال آنچلوتی و ترازوی قدرت به سمت آبی اناری ها سنگین تر شده. دیانگ خطا کرد، داور آوانتاژ داده، یه پاس عالی به سمت چپ، اونجا رافینیا حرکتی رو آغاز کرده، تورس در مقابل دروازه ضربه زده میشه. اعتقاد به خطای هند داره تورس، رو خطا میگه روش شده ولی کار دنبال میشه. فران گارسیا رو در مقابل داره، در عرض حرکت میکنه، ضربه او چقدر خوشگل زد ضربهشو، توپش از کنار دروازه بیرون رفت، خیلی خوب و فنی زد ضربهشو. لامین یامال با رافینیا آسانش انجام میشه، یه ضربه سر توپ رو راهی کورنر میکنه کورتوا. فوق‌العاده بود کارش. توپ میاد به سمت راست زمین، موقع به بازیکن بارسلونا لامین یامال وارد محوطه جریمه میشه، رو به بیرون، پدری گل! چه گل خوشگلی زد پدری! 1-0 برای بارسلونا. یه ضربه محشر از پدری حساب کار رو 1-0 میکنه. از اینجا شروع شد. این تکل فوق‌العاده از کوبارسی بود که نه تنها یه خطر رو دفع کرد، اینجوری موقعیت رو ایجاد کرد. خود پدری بود فکر کنم پاسو داد برای یامال. اینجا از فران گارسیا عبور میکنه، پاسو کجا انداخت؟ رو قوس محوطه جریمه. ضربه دیدنی پدری حساب کار رو 1-0 میکنه. فوق‌العاده بود ضربهش، دور از دستان کورتوا. وینیسیوس سانتش انجام میده روی دروازه، یه دفعه ناقص موقع به سبایوس، یه پاس عالی و توپی که توی دروازه قرار میگیره ولی آفساید جود بلینگام گرفته شد. سانتش انجام میشه روی دروازه، اونجا موقعیت خطا نبود، پنالتی اونجا، کار دنبال میشه. توپ خورد به تیر دروازه، نه خطا هم نبود. یه باز اگه ول کنه وینیسیوس فکر کنم اون آفساید نبود، حالا حرکت کرده وینیسیوس و توپی که میره و میخوره به همه و پنالتی، اعلام پنالتی. آفساید اصلا پنالتی نبود. میتونه یه فاجعه داوری رو رقم بزنه تو همین مسابقه. آقای ریکاردو دیبورگوس بنگوچا میتونست، البته این زاویه که این ور نشون داد میتونست خطای اینیگو باشه، ولی یه دور میزنه خود جود بلینگام عالی کار میکنه، پاس برای وینیسیوس، موقعیت وینیسیوس توپ اولو میگیره و دومی رو نتونست تبدیل به گل کنه. وویچک شستی نجات میده تیم بارسلونا. داور کارو دنبال میکنه، موقعیت برای کیلیان امباپه، رئال داره یکم بهتر کار میکنه در این لحظات. امباپه رو به بیرون، وینیسیوس تو سر توپ زد، دوباره تو سر توپ و توپی که گل نشد. کیلیان امباپه و توی دروازه، حساب کار 1-1 مساوی میشه. بد چیده بود دفاع رو. کیلیان امباپه حساب کار 1-1 مساوی میکنه در 70مین دقیقه بازی. با هم نگاه کنه قشنگ این بر خالی بود و توپو به راحتی در همون زاویه‌ای که دروازه‌بان ایستاده بود در درون دروازه قرار داد. بدون تردید مقصر وویچک شسنی. وینیسیوس جونیور یه استارت میزنه، یه دیبل بارترایی میخوره اونجا، اینیگو مارتینز، موقعیت و گل نشد تو. و حالا تعویض هایی که شاید بارسلونا رو
نجات بده از این وضعیت. گل دوم شوامنی میزنه. 2-1 برای تیم رئال مادرید. چه بازگشتی زد رئال. بازی 1-0 باختن، حالا 2-1 بردن. شوامنی حساب کار رو 2-1 میکنه. یکی از گل‌های رئال در نیمه نهایی رو به سوسییداد زده بود. مزد بازی خوب خودشون رو رئالیا گرفتن در نیمه دوم. پدری پشت محوطه جریمه برای لامین یامال حرکت میکنه، ضربه رو میزنه و کورتوا نجات میده تیم رئال مادرید رو. لامین یامال میندازه پشت مدافعا، موقع برای بازیکن بارسلونا دروازه خالیه و گل تساوی زده میشه. حساب کار 2-2 مساوی میشه. فران تورس دوباره کار به تساوی کشیده میشه. چه پاسی انداختم براش، چه فراری کرد. با هم ببینیم. این لامین یامال هست، اصلا ابدا آفساید نبود. این فراری که انجام داد رو دیگه هم نتونست کاری بکنه، پرت کرد خودشو سمت توپ ولی کاری از دستش بر نمی اومد. خیلی خوب فرار کرد فران تورس. دیگه الان تمام مشکلات عاطفی و مثلث عشقی که زندگیشو تهدید میکرد هم برطرف شده. خود یامال از پشت سر یه نسیمه توپش رو میزنه، اونجا دور عالی میزنه، موقع به فران تورس تعادلش به هم میخوره. اینجا پاشو زد که اینجوری فریاد زد، ولی من فکر نمی کنم اصلا فرا بخونه داور وی آر آی فورتس. داور رافینیا شب پرفروغی رو نداشته. پنالتی دقیقه 96 دیگه اینجا رو نمیشد نگیره. میتونست هم پنالتی نباشه دیگه، رفته اونجا. فکر نمی کنم پنالتی رو بگیره. بله، خبری از ادامه پنالتی نیست. بازی در میان هیاهوی تماشاگرها پایان میرسه. در پایان وقت معمول فرمین خوب بازی کرده. فرمین رافینیا یه پاس خوب رو میندازه، موقعیت این ضربه که از کنار دروازه به بیرون میزنه فران تورس که کارگردان ترجیح داد نشون نده اینکه چه آفساید بوده. حرکت بازیکن بارسلونا در مقابل دروازه. مودریچ چیکار کرد؟ یه موقعیت و این ضربه گل سومو کونده میزنه. چه گلی زد کونده. 3-2 برای بارسلونا. کی اون وسط اشتباه که فکر کنم برایم دیاز بود که نرفت سمت توپ. بارسا 3 رئال مادرید 2. دقیقه 116 ها. چقدر مفت توپو دادن اونجا به ژول کونده. با هم نگاه میکنه، اینجا لوکا مودریچ هست. پاس مودریچ پاس بدی نبود ولی یه دفعه وایساد. حتی مقصر مودریچ هم بود، نه اینکه مقصر نباشه. از پشت سر اومد، چه ضربه خشک و محکم و غیر قابل مهاری رو زد ژول کونده. اینجا ضربه رو به گوشه دروازه هدایت کرد. 3-2 برای تیم بارسلونا. سر از پا نمیشناسه، میدونه که چه دقیقه ارزشمندی تیمش به گل رسیده. فران گارسیا یه باز خوب میندازه. برایم دیاز ببینیم میتونه جبران کنه یا نه. برای کیلیان امباپه موقعیت پنالتی. بله ولی آفساید. چه بازی عجیب غریبی شده. پنالتی رو گرفت، عذاب وجدان نباید داشته باشه ولی قبلش آفساید گرفته شده و تمام. سوت پایان بازی رو به صدا در میاره داور و هانسی فلیک اولین جام از 3 جامی که میتونه بگیره رو به دست میاره. یک بازی سخت و دشوار
آیا آخرین روزهای حضور کارلتو در روی نیمکت تیم رئال رو خواهیم دید؟ ترشتگن هم میارن اونجا بازش میدند، هر دو با بازوبند کاپیتانی از فیلیپ ششم میگیرند جام رو. بارسلونا قهرمان سال 2025 رقابت‌های کوپا دل ری هست. تبریک به هواداران تیم بارسلونا، بازی قشنگی رو شاهد بودیم. من به اتفاق همکارانم از شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.